بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس 24 در درس 24 خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم. در درس 24 قسمت 4 نامهایی که رحمت الله سبحانه و تعالی را در راهنمایی، هدایت، حفظ کردن، صحت و شفا دادن بیان میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، یاد گرفتن نامهای الله سبحانه و تعالی که هدایت و حفظ کردن و صحت دادن و شفا دادن برای انسان مسلمان میفهمانه. وقتی انسان الله را بشناسه، توحید در این نامها را مراعات میکنه. چرا بسیاری کسا هستن امروز که در مسائل حفظ کردن و شفا دادن، صحت دادن در این مسائل بسیاری وقتا چی میکنن؟ اینا الله را وقتی درست نمیشناسن، از پیششان بعضی از مشکلات، بعضی از امور سر میزنه که انسان به شرک مبتلا میکنه. و به عوض ازی که مثلا در بسیاری از مریضی ها و دردهای خود توجه بکنن به الله، اینا به مخلوق رجوع میکنن و این شرک میشه در صفات الله سبحانه و تعالی، در نامهای الله سبحانه و تعالی. و این خاطر بسیار مهم است که انسان این نامهای الله را بفهمه و بشناسه الله را با این اسما و با این صفاتش، و خود از اشتباهاتی که در این راستا میشه از خود وقایه بکنه. یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی الهادی هست. الله سبحانه و تعالی به اساس رحمتش خود هدایت دهنده مخلوقات خود معرفی کرده است. در سوره فرقان آیت 31 الله سبحانه و تعالی می فرماید که وکفا بربک هادیا و نصیرا. کافی است به ای که پروردگار تو هدایت کننده باشه و نصرت کننده باشه. یعنی هدایت از جانب الله هست و نصرت از جانب الله سبحانه و تعالی هست. به این خاطر انسان مؤمن عقیده می داشته باشه که هدایت کننده ما الله سبحانه و تعالی هست. علامه زجاجی نوشته میکنه که الهادی یهدی عباده و یدلهم علیه. میگه اهادی او ذات هست که بنده هایش را هدایت میکنه و اونا را به هدایت راهنمایی میکنه. و علی سبیل الخیر والاعمال المقربه منه. اینا را راهنمایی میکنه به راه خیر و اعمالی که انسان به الله نزدیک میسازه. دوم، الهادی را چه قسم بشناسیم؟ که الله سبحانه و تعالی هدایت علم و ارشاد به شکل عام میدهد. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله سبحانه و تعالی هر مخلوق را خلق کرد، بناء بر ازو هدایت عام میده، هدایت علم. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله نوشته میکنه که الهدایت العامه المشترک بین الخلق. یہ هدایت عامه کس میگه مشترک، یعنی شدهی تمام مخلوقات هستند. از این خاطر در قرآن عظیم الشان ما و شما میخوانیم که الله سبحانه و تعالی میگه که هدی للناس، یعنی الله متعال هدایت کننده بر مردم هست. و بینات من الهدى والفرقان، یعنی قرآن عظیم الشان هم کتاب هدایت است. و الله متعال میگه و اما ثمود فهدیناهم. الله متعال میگه ثمودی ها را ما هدایت کردیم، یعنی راه درست، راه مستقیم، راه نجات،
راه توحید بر از اینا راهنمایی کردیم، نشان دادیم. فاستحب العمى علی الهدى، اینا خودشان راه غلط و نابینایی و کوردلی را اختیار کردن بر هدایت الهی. یعنی الله سبحانه و تعالی به اساس رحمتش بشریت به چی هدایت کرده؟ انسانها را هدایت کرده که بر از اینا از اول، از زمانی که انسان خلق شد، از اول انسان چی کرد؟ برش هدایت و راهنمایی را او را هدایت کرد و راهنمایی کرد. امی آدم علیه السلام وقتی که در خلق شد و الله متعال او را در جنت برد به همراه بیبی حوا، در اون وقت پوهنتون، در اون وقت مدرسه، در اون وقت امکاناتی نبود. الله متعال جنت مثل یک پوهنتون برای آدم و حوا ساخت علیهم السلام و اونا در اونجا بسیاری مسائل را که نمیفهمیدن اونا را برشان تعلیم داد. در اونجا الله را شناختن، صفات الله را شناختن. و علم آدم الاسماء کلها، نامهای زیادی که حتی ملائکه نمیفهمیدن. چرا؟ به خاطر از اینکه وظیفه انسان در زمین چی هست؟ خلافت است. خلافت یعنی چی؟ یعنی تطبیق نظام الهی در زمین الله. آدم علیه السلام وقتی که الله متعال گفت که و اذ قلنا للملائکه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، در زمین باید خلیفه جانشین برای دیگر مخلوقات یا کسایی باشند که یکی بعد از دیگر نظام الله را و شریعت الله را در زمین تطبیق بکنند. در رأس از اونا پیغمبرها هستند. خب آل برازی نظام الله را در زمین تطبیق کردن، آیا این ظرفیت انسان داره؟ ملائکه در اونجا از الله پرسان کردن، استفسار کردن، سوال اعتراضی نکردن چون ملائکه معصوم هستند. استفسار و یا استفهام کردن به خاطر ازی که بفهمن که خلقت آدم علیه السلام و باز این در زمین خلافت دادن، آیا انسان میتونه این بار بزرگ متحمل شود؟ در اینجا الله متعال آدم علیه السلام تعلیم داد چیزهایی را که اونا نمیدانستند. پس جنت یک مکان شد برای آدم علیه السلام و در اونجا آدم علیه السلام شیطان شناخت، دشمن خود شناخت، دسایس دشمن شناخت، جنگ فکری که دشمن الله میکنه ایره شناخت، ای که انسان مثلا اشتباه و لغزش میکنه ایره فهمید و برگشت به ای که مثلا چه قسم انسان توبه بکنه و چه قسم حکم الله را تطبیق بکنه. تمام از اینا را مثل یک پوهنتون آدم علیه السلام و بیبی حوا در جنت آموختن و باز بعد از او وقتی که به زمین آمدن اینا بسیار چیزهایی را میفهمیدن که آدم علیه السلام برازی آماده ساخته بود که اولادی ازی که بعد از این اینا در زمین الله نظام الله را مطابق حکم الله تطبیق بکنن. الله متعالی هدایت برای هر کسی میده، راهنمایی میکنه، هدایت علم، هدایت معرفت برای کلگی، حتی به ثمودی ها که کافر بودن برای اینا، برای هر کافر مثلا برای ببینن پیغمبر فرستادن. فرعون که بسیار طاغوت خطرناک بود و طغیان و سرکشی زیاد میکرد، الله متعال برای او دو پیغمبر فرستاد، موسی علیه السلام و هارون علیه السلام که اذهبا الی فرعون انه طغى، طغیان کرده، سرکشی کرده، طاغوت است، لعله یتذکر، شاید او به یاد بیاره مخلوق بودن خدا و به یاد بیاره و بشناسه خالق مطالبه. موسی علیه السلام آمد برش معرفی کرد رب العالمین. پس این چی هست؟ این ملائکه پیش تمام کافرها آمده هست، بنابراین کسایی که اختیار میکنن اینا به کلگی هدایت چی هست؟ الله هادی هست، هدایت علم بر کلگی میده، راه راست بر کلگی راهنمایی میکنه، هادی است. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. الله متعال میگه ما با قدرت و با عظمت و با رحمت خود راه را برشان نشان دادیم. پس کسی ها شکرگزار میشن، نعمت الله را
قبول میکنن و هدایت میشن و اما کفران و یک تعداد دیگه کافر میشن. یعنی الله متعال هدایت بر از اینا را راهنمایی میکنن، راهنمایی عام، راهنمایی علم. لکن یک تعداد حق قبول میکنن و یک تعداد دیگه کفران نعمت میکنن و قبول نمیکنن، چون در الله متعال قضای تکوینی داره و قضای تشریعی داره. در قضای تکوینی بر کلگی دروازه هدایت باز گذاشته است و در قضای تشریع الله متعال برای انسان اختیار داده که اینی راه هست، آل خودت کدامش اختیار میکنی تا این انسان با اختیار خود، با قناعت خود حق بپذیره، حق بفهمه و قبول بکنه. الله متعال پیامبرانش را برای هدایت و راهنمایی به راه راست فرستاده و انک لتهدی الی صراط مستقیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و هدایت میکنه به راه راست و کتاب خدا هم الله متعال کتاب هدایت است. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب چی هست؟ کسی پرسان میکنه. قرآن کتاب طب است، کتاب تاریخ است، کتاب جغرافیا هست، کتاب ساینس است؟ نه خیر. کتاب چی است؟ کتاب هدایت است. مثالهای از طب هست و مثالهای از تاریخ هست، مثالهای از جغرافیا هست، مثالهای از علوم هست. برای چی؟ به خاطر از اینکه هر کس مطابق ظرفیت خود از قرآن استفاده بکنه و هدایت شه. و اصل قرآن کتاب چی هست؟ کتاب هدایت. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. هدایت است باز برای کی؟ برای متقیان. متقی کی هست؟ انسانی که فکر و اندیشه خود از تکبر و تعصب و خودخواهی دور میکنه. هر کسی که تکبر نکنه و هر کسی که تعصب نکنه و هر کسی که غرور نکنه و قرآن مطالعه بکنه مسلمان میشه. و ما با چشم خود روزانه میبینیم که مردم مسلمان میشن. اما اگر کسی باز تکبر میکنه، باز الله متعال برش حجت اقامت کرده که این قرآن به خانه هایتان رسیده هست. دیگه یکی هدایت عام است، هدایت علم است. دیگه هدایت توفیق است. هدایت توفیق باز الله متعال برای بنده های خاصش میده. یعنی اگر کسی بخواه که هدایت شوه به الله رجوع بکنه و همیشه بگوید که اهدنا الصراط المستقیم، و شما در هر رکعت نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم. این چی هست؟ این هدایت توفیق است. و الله میگه که یا الله ما را هدایت توفیق هدایت نصیب بکن که وقتی حق بر ما میرسه حق ببینیم، حق بشنویم و قلب نصیب ما بکن، قلب سلیمه که این هدایت را که میشنویم این را قبول بکنیم. بسیاری کسا هستن که علمیتشان بسیار زیاد هست، بسیار میخوانن و مطالعه میکنن و میفهمن، لکن هدایت علم شدن الله برشان توفیق نداده. چرا؟ با تکبر و با غرور خود حق نمیپذیرن. پس هدایت توفیق نصیب بنده های خاص الله میشه که ما و شما در هر رکعت نماز چی میگیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. یا الله ما را هدایت علم کردی، هدایت توفیق که ما این هدایت بپذیریم و هدایت استقامت که به این راه درست، به راه مستقیم استاد باشیم، منحرف نشیم. چرا بسیاری کسا هست مسلمان می باشه، دیندار می باشه، لکن بالاخره خواسته های نفسی، خواسته های شهوانی، غرور و تکبر و خودخواهی و تعصب سبب میشه که بسیاری از آیات قرآن نمیپذیره. الله متعال میگه یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. هدایت میکنه هر کسی را که بخواه با راه راست. و ان الله لهادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم. الله یقینا که هدایت میکنه کسانی را که ایمان آوردن به راه راست، اینا را هدایت میکنه. الله متعال به اساس رحمت خود پیغمبرا، کتابها، دلایل حسی، دلایل عقلی، دلایل علمی، تمام دلایل برای هدایت بشریت چی کردن؟ تمام از این در اختیار ما و شما قرار دادن. این کی شکران میکنه و کی کفران میکنه. یک کسی شکران میکنه میگه الحمدلله باعث خود برگ درختان سبز،
در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. با عقل خود میفهمه که هر مخلوقی که است خالقی داره، بنابراین من خودم هم خالقی دارم و تسلیم این خالق یکتای ذوالجلال که خالق با عظمت است تسلیم از میشه. و کسای دیگه هستن که اینا باز تکبر و غرور و خودخواهی و این گپا را وظیفه خود میسازن، باز اینا محروم میشن. الله متعال الهادی هست، یعنی ذاتی هست که از او توفیق بر راه راست طلب میشه. انسان مؤمن مخلص در هر رکعت نماز خود اهدنا الصراط المستقیم با بسیار عاجزی و بیچارگی به الله میگه که یا الله تو رب العالمین هستی، یا الله تو رحمان و رحیم هستی. سوره فاتحه را وقتی که انسان میخوانه در مقابل الله متعال پیش روی الله پیش الله استاد میشه و روی خدا به طرف قبله الله میکنه و قلبش به الله هست و میگه که یا الله تو الرحمن هستی، الرحیم هستی، رب العالمین هستی، مالک یوم الدین هستی، خاص مستحق عبادت تو هستی، خاص استعانت از تو میخوایم چون مستعان تو هستی. متوجه هستین؟ ایاک نعبد و معبود حقیقی تو هستی، تو را عبادت میکنیم و از تو کمک میخوایم. اهدنا الصراط المستقیم، کدام راه را برای ما هدایت بکن؟ راه راست را. راه کی هستی؟ راه راست من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. یا الله راهی از اونا را از انبیا و صدیقا و شهدا و صالحین ما را هم نصیب بکن. غیر المغضوب علیهم، نه راه کسایی که علم دارن لیکن تعصب، تکبر و خودخواهی با وجود عالم بودنشان در غضب الله گرفتار هستن. یا الله ما را ات عالم نگردانی که علمش بنافش نباش. اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، به تو پناه میبرم از علمی که منفعت نمیرسونه. و یا الله ما را از جمله ضالین نگردانی، کسانی که دین مطابق مزاج خودش علم نداره به فکر و به عقیده خود برای خود دین جور میکنن، اینا ضالین هستن، گمراه هستن. پس انسان الله متعال از او هدایت خواسته میشن. الهادی ذاتی هست که ظالم و متکبر هدایت نمیکنه. الله غنی هست، الله نیازی به کسی نداره، بنابراین چون الله غنی عن العالمین هست، از این خاطر والله لا یهدی القوم الظالمین، قوم ظالمه هدایت نمیکنه. تو هدایت نخواستی، یک نفر میخواه مثلا اینجا مکتب جور شده، مدرسه جور شده، پوهنتون جور شده، این به تفاوت است، نمیره تمام روز میره در شکر و ساتیری، درس نمیخوانه، پوهنتون خدا عریضه نمیده، کانکور داخل نمیشه. آیا رئیس پوهنتون باز برای از این شخص باز شهادتنامه میده؟ تو خود نام در پوهنتون، تو خود ثبت نام نکردی، تو خود امتحان کانکور ندادی، تو خود زحمت نکشیدی. این حال کسایی که ظالم هستن هدایت از قرآن رجوع نمیکنن، معنای قرآن نمیفهمن، درس قرآن گوش نمیگیره، به هدایت الهی توجه نمیکنه. همیشه من بر دوستان میگم بسیاری که اساس جر و بحث میکنه برش، این برادر یکی موضوعی مسئله حسی هست، او را با حست کار بگی. یکی مسئله عقلی هست، او را عقلت کار بگی. الله برات اجازه داده مسائل معقول از عقلت کار بگیری. یکی مسائل ساینسی هست، او مربوط به لابراتوار و تجربه میشه، او را برو در لابراتوار یاد بگی. یکی مسائل شرعی هست که او را باید از وحی بگیری. در محسوسات از حس استفاده کو، در معقولات از عقل استفاده کو، در تجربیات از علوم ساینسی و لابراتواری استفاده بکن. اما در مسائل شرعی دینی که مربوط اسلام هست، احکام بر تو تعیین میکنه، حق و باطل بر تو بیان میکنه، در اونجا باز اینجا خودت از عقلت استفاده نمیکنی، اینجا حست و عقلت به فهم وحی استعمال بکن که چه قسم وحی را بفهمم، الله چه قسم بشناسم، صفات الله را چه قسم بشناسم. اینجا هست. این حال بسیاری کسا وقتی که اینا سر خود ظلم میکنن، راه درست میفهمن، به او راه نمیرن، خودش برای خود تعیین تکلیف میکنن. نه خیر،
برای ما تعیین تکلیف در امور شرعی الله میکنه که چی مکلفیت داریم، چی حق است، چی باطل است، چی حلال است، چی حرام است، چی جایز است، چی ناجایز است، چی خوب است، چی زشت است. این الله متعال برای ما راهنمایی میکنه، چون هدایت کننده ما الله هست. پیغمبرانش را در اختلافات براه راست، حتی پیامبران به هدایتش در اختلافات براه راست از او هدایت میخواستند. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در ثلث اخیر شب برمیخواست از خواب خود و وقتی که نماز تهجد شروع میکرد باز میگفت که اللهم انت ربی، برای الله متعال میگفت که اهدینی لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. یا الله، دعا بسیار طویل است که در او را ما شما خواندیم، میگه اهدینی لما اختلف فیه، هدایت کن مرا در آنچه که اختلاف میشه. به چی هدایت بکن؟ مرا هدایت بکن در اختلافات من الحق، مرا هدایت بکن به حق. دعا را کی میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس ما و شما باید دعا بکنیم که یا الله، امروز اختلافات بسیار زیاد است، جنجال ها بسیار زیاد است، یا الله مرا هدایت بکن به حق. و چه قسم انسان به حق هدایت میشه؟ وقتی که حقیقتا قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، کتاب الله و سنت رسول الله که وحی هستن، اردوش از وحی خفی و جلی استفاده بکنن و حق بشناسن. حتی در مسائل اخلاقیات رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکرد وهدینی لاحسن الاخلاق، یا الله مرا به بهترین اخلاق هدایت بکن. از نامهای الله سبحانه و تعالی همچنان الحافظ و الحفیظ هست. یعنی الحافظ او ذات مهربانی که ما را حفظ میکنه، او ذات مهربانی که به هر قدر که مخلوقاتش به هر کمیت و کیفیتی باشن اونا را حفظ میکنن. شما سائل کنین بعضی یک مرچگک وقتی که چوچه میده چقدر چوچگک خورد داره، او را کی حفظ میکنه؟ الله متعال. طفلی که در بطن مادرش است، امکانات تغذیه‌اش چه قسم الله برش آماده کرده، در داخل بطن مادر او را کی حفظ میکنه؟ الله. حالا که به دنیا آمد بازو طفلک میگیرن موره را میپرتن، صفت حفیظ الله را به یک موره میتن، صفت حفیظ الله را به یک صاحب قبر میتن، صفت الحفیظ الله را به اسپند میتن. ببینین مشکلات الله متعال الحفیظ است. فالله خیر حافظا. وقتی که یعقوب علیه السلام در مورد فرزندش برش گفته میشه که یوسف علیه السلام او را گرگ خورد، هلاک شد، کشته شد، یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام الله را برشان معرفی میگن که فالله خیر حافظا، بهترین حفظ کننده الله هست و هو ارحم الراحمین. او تو حفظ کننده است که مهربان مهربانان هست. از کل شما که الله او را خوب حفظ میکنه. و همین قسم شد یوسف علیه السلام الله متعال چه قسم حفظ کرد. برادرایش حتی میخواستن که ایره بکشن و ایره در چاپ انداختن و میخواستن که حتی این زندگی نرمال نداشته باشه، ببریشه یک کاروان، ببریشه غلام و نوکر خود بسازن. لکن الله متعال یوسف علیه السلام در چاه حفظ میکنه، یوسف علیه السلام در قصر میبره که بسیار قصر با شکوه هست. اینا برش دی خانه پدرش چی بوده؟ خانه پدرش دی منطقه پدرش اینا مردمایی بودن مثل کوچیا و یک چند تا گوسفند داشتن، یک چند تا بز داشتن، یک خانه که فقیرانه بسیار تا کلاسیک و خانه که بسیار غریبانه داشت. الله متعال برای یوسف علیه السلام سعی که او تو حفظش میکنه، میبرش او تو یک قصری که در اونجا صبح و شام رنگارنگ کباب های گوسفند است، ران های گوسفند کباب میشه، اونجا مرغ های کباب شدگی هست، میوه های بسیار زیاد است، تختی بسیار لوکس است. سبحان الله، نعمت های را میبینه یوسف علیه السلام. چرا؟ الله خیر حافظ، بهترین حفظ کننده هست، الله حفظش میکنه.
الله الحفیظ است، آسمان ها و زمین کی حفظ میکنه؟ این سیارات و کهکشان ها را کی حفظ میکنه؟ الله حفظ میکنه. الله متعال در سوره فاطر آیت 41 میگه که ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. الله متعال آسمان ها و زمین حفظ میکنه از اینکه اینا زائل شون و از بین برن. ولا انزالتا، و اگر اینا با قدرت الله زوال شون و نابود شون و یک ستاره با ستاره دیگه تکر بکنن، زمین با دیگه سیارات تکر بکنن، مهتاب و آفتاب با هم تکر بکنن، این امسکهما من احد من بعدی. اگر الله اینا را حفظ نکنه و اینا تکر بکنن، هیچ کسی باز اینا حفظ کرده نمیتونه. انه کان حلیما غفورا. الله بسیار حلیم است، با وجود از اینکه بسیار مردمان مخالفت حکمش میکنن، برای زنا فرصت میدن و مغفرت کننده هست، مغفرت میکنه. یعنی شما توجه بکنید ببین بسیاری کشورهایی که ادعای بسیار پیشرفت میکنه، یک زلزله 6 درجه‌ای 7 درجه‌ای اترش میکنه که تعمیرهای بزرگشان به زمین مفته و عمود تواقیتی که در اونجا هستن که ادعای بسیار کلان دارن، اونا رو ببینن که گریه میکنن. خب این زلزله چند است؟ میگه والا 6 اشاریه چند بود یا 7 اشاریه چند است. فکر کنید که اگر این زلزله 50 شوه 60 شوه در کجاست؟ یا مثلا شما سیارات از نظام اصل کنید که کل از اینا و کل فی فلک یسبحون، کل از اینا مثل کشتی ها در آسمان در حرکت هستند. و ترى الجبال جامدة و هی تمر مر السحاب. شما امی کور فکر میکنید که جامد است، اما ایستاده است. الله متعال در قرآن میگه که نه خیلی کوه ایستاده نیست، این در حرکت است. لکن شما او را و هی تمر مر السحاب، یعنی میقسم که ابرها در حرکت هستن، یعنی میقسم نمی کوه ها در حرکت هستن. و امروز تکنولوژی پیشرفته کل از این چیزا را ثابت میکنه. الله متعال قدرت و عظمت خدا نشان میده. الله حفیظ است، حفظ میکنه تمام از اینا. الله حفیظ است و حافظ است. مخلوقات بسیار بزرگی که وجود داره حفظ کردنش برش هیچ مشکل نیست. الله متعال میگه وسع کرسیه السماوات والارض. میگه کرسی الله از آسمان ها و زمین کده بزرگتر هستن. بعضی کسان میگن که امی کرسی چی هست؟ بعضی از علما تشریح میکنن امی کرسی عبارت است یک چیزی است که انسان در میز خود برای گذاشتن قدم خود یک چایک جور میکنه، یک چیزک جور میکنه. ما شما تشبیه نمیکنیم، میگیم این تو یک چیز واره هست. اینمی کرسی الله سبحانه و تعالی از آسمان ها و زمین کرده وسیعتر و بزرگتر است. ولا یعوده حفظهما، لکن حفظ از اینا برای الله گرنگی نمیتونه. وقتی که الله متعال این مخلوقات بزرگ حفظ میکنه، ما تو مخلوقات کوچک هستیم، ما را کی حفظ میکنه؟ الله حفیظ ما و شما هست. بنده های صالح خود الحفیظ ذاتی هست که بنده های صالح خود با حفظ خاصش از تمامی زشتی ها حفظ میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در صبح و در شام دعا میکردن. چی میگفتن؟ واحفظنی من بین یدی، ای ذات حفیظ، ای ذات حافظ الحفیظ، مرا حفظ بکن. من بین یدی، از مقابل، یعنی از بلاهایی که در روبروی میه مرا حفظ بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکنه. پیغمبر است با صفت الحفیظ الله یقین دارن. اللهم احفظنی من بین یدی و من خلفی، از پشت سرم که بلاها میه از این هم مرا حفظ کن. و عن یمینی، و از طرف راست ما که بلاها و مصیبت ها میه از این مرا حفظ بکن. و عن شمالی، و از طرف چپم از این بلاها مرا، چرا شیطان از راست از چپ از این طرف میای سر انسان عمله میکنه و دیگه مصیبت ها هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که مرا حفظ بکن. و من فوقی، از بالا، از عذاب هایی که از بالا انسان نازل میشه، از صاعقه و از رعد و از برق و از این گپا،
از این هم یا الله مرا حفظ بکن. و اعوذ بک ان اغتال من تحتی، یا در حدیث کنه و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، و عظمت تو من پناه میبرم که از پایین زیر پای من اغتیال شوم یا مثلا مطرور شوم. این حاله مثل که زمین پاره میشه و که یکی از علما هست میگه که یعنی الخسف، یکی مثلا زمین دو توته میشه، مثل که قارون زمین دو توته شد دبه نشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از تمام ازی بلاها به الله پناه میبرد. چرا؟ به خاطر که الله الحفیظ است. الله الحفیظ است. کتاب معجزه خدا که قرآن عظیم الشان است. معجزه قرآن معجزه دیگه، کتابا معجزه نبود، معجزهشان حفظ نبود، از این خاطر داود تحریفات شد. اما قرآن عظیم الشان معجزهش چی است؟ که ذات الحفیظ گفته است که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله میگه و اینا، وقتی که الله متعال ضمیر جمع به ذات با عظمت خود استعمال میکنه، یعنی و اینا له لحافظون، عظمت و قدرت خود بیان میکنه. و اینا و ما با عظمت خود و قدرت و جلال خود همین قرآن عظیم شان حفظ میکنیم. چه قسم حفظ کردن؟ امروز برین 10 نفر در کل دنیا پیدا نمیشه. روز یکی از دعوتگرای امریکایی که مسلمان شده بود، اول کریستیان بود، او میگه که تقریبا چند میلیون، حتی یک احصایه داد میگه 200 میلیون میگه حافظ قرآن است. 200 میلیون. اما تورات پیدا کردن نمیتونی که از تورات حفظ داشته باشه، انجیل حفظ داشته باشه. یک نفر هم نیست حفظ کرده باشه بگه که ما تورات حفظ کردیم یا انجیل. بفرمایین بیاین بگه برای ما یک کشیش بگه که این فلانی کشیش ما چی. همین علت بود که همین یوسف کال نام خدا یوسف مانده، جوزف ادوارد است. به همین اساسی مسلمان شد. شما که در اینترنت قصه زیر گوش بگیرید که وقتی میفهمه که قرآن عظیم شان، قرآن حفظ از کل جهان. امروز حافظای هستن که کس نمیتونه قرآن نابود بکنه و از بین ببره. چرا؟ به خاطر که الحفیظ، ذات با عظمتی که این کلامش است، معجزهش است که این کلام خدا از تحریف کننده ها حفظ بکنه. پس نمیتونه کسی قرآن از بین ببره تا روز قیامت. این کلامش است. اعمال دیگه الحفیظ ذاتی هست که اعمال و اقوال بنده هایش برای حسابگیری حفظ میکنه. و وضع الکتاب، الله متعال میگه در روز قیامت کتاب هر کسی پیش روش گذاشته میشه، تمام اعمالش در اینجا درج است. فتر المجرمین مشفقین، میگه مجرمان ببینی که کتابش برش داده میشن در ترس هستن مما فیه، از آن چی در کتابش است. و یقولون، و امین مجرمان چی میگن؟ یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. وای بر ما، این چه قسم کتاب است؟ ما لهذا الكتاب لا یغادر، که ترک نکرده، صغیرة ولا کبیرة، هیچ کوچک و بزرگ الا احصاها، مگر کل از این احصایه کرده، کل از اینجا نوشته هست. چیزایی را که من کردم یادم رفته، آلی سیگو کل از در اینجا هست. و وجدوا ما عملوا حاضرا، و آن چیز که عمل کردن اون در مقابل چشم خود حاضر میبینن. ولا یظلم ربک احدا، این کل اعمال از اینا برای چیه کلش اینجا حفظ شده و نوشته شده؟ میگه به خاطر از اینکه رب تو نمیخواد که بالای کسی ظلم بکنه. اعمال کلش محفوظ است، با حساب با اینا محاسبه میشه که تو فلانی جرم کردی، فلانی جنایت کردی، فلانی قتل کردی، فلانی کفر کردی، فلانی شرک کردی و بیدینی را کردی، تو مستحق دوزخ هستی. پس حفیظ ذات هست که اعمال ما و شما را ذره ذره حفظ میکنه، هم خیر و هم شر. شما خوشحال باشین که شما نام حفیظ الله را یاد میگیرین و صفات الله را یاد میگیرین و این در دفتر اعمالتان نه که فلانی شخص امروز از تکنولوژی استفاده کرد. چی کرد؟ از تکنولوژی دیگر را استفاده کردن برای گناه، برای جرم، برای قتل به
این کارهای بسیار جنایت‌های خطرناک کردن و این مسلمان موحد از این تکنولوژی استفاده کرده و این به خاطر دین الله در کار می‌بردن. خودش مثلا در یک مملکت است، استاد در دیگه مملکت است، شاگرد در دیگه مملکت است. حتی در یک مملکت ما و شما بالاخره بسیاری کسا در قاره‌های مختلف هستند. این دوستایی که مثلا این درس‌های ما را اگر در استرالیا میشنون، اونا در یک قاره دیگه هستن. کسایی که در امریکا میشنون، اونا در قاره دیگه هستن. ما در قاره آسیا هستن، یک کسی دیگه در قاره اروپا هست، یک کسی دیگه حتی در افریقا هستن. امیال دوستایی داریم که این امیال مثلا در قاره افریقا تشریف دارن و این درس ها را مثلا گوش میگیرن. این چی هست؟ این الله متعال کلی عمل ما و شما را حفظ میکنه و در روز قیامت ان شاء الله ملائکه ها شهادت میتن. الله الحفیظ از ذاتی هست که ملائکیش بر یادداشت اعمال انسان ها این کلش کراما کاتبین برای ما و شما که اعمال نیک و زشت ما را نوشته بکنه. الله از کل اعمال ما با خبر است. این ملائکه برای چی هست؟ این ملائکه به خاطر ازیه هست که این دفاتر خودت با شاهدینی که ملائکه هستن اینا باز روز قیامت حاضر میشه که یک کسی باز نگه که والا اعمال مرا نه والا ما این کار نکردیم. الله متعال برش میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. الله متعال میگه و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. کراما کاتبین هر چیزی که شما میکنین او را میفهمه. اگر در جریان درس فاجعه هم میکشی، کراما کاتبین او را میبینه که تو مثلا در درس مثلا چقدر متوجه هستی یا چقدر متوجه نیستی. کل زیر ملائکه کراما کاتبین نوشته میکنه هر عمل انسان. سیکو چقدر نامه های الله را با دقت گوش میگیرن، چقدر ایده یاد میگیرن و چقدر بازی را عمل میکنن. و هر قدر انسان الله را بشناسه به او اندازه محبتش با الله زیاد میشه، خوف و ترسش از الله زیاد میشه، امیدش به الله بیشتر میشه. الله متعال میگه که الحفیظ ذاتی است که اخبار آسمان ها را از شیاطین حفظ میکنه. ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم. میگه ما آسمان ها را، چون سابق همی شیطان ها میرفتن به آسمان ها بالا میشدن قبل از نزول وحی بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. اونجا باز بعضی گپای ملائکه را که ملائکه برشان حکم الله بیان میشد، باز اینا در بین خود میگفتن که ما باید این کارا بکنیم این کارا بکنیم. شیطان ایره همین خبرها را استراق سمع میگن، این گوش میداد، این سرقت میکرد، باز میامد برای جادوگرا و فالبینا و ترام میرسان. باز اونها یک خبر میگرفتن 100 دروغ دیگر را داشت میفتن. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، بعد از این دیگه کس شیطان ها اونجا میرفتن. باز شهاب است که شهاب مبین الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. شهاب مبین باز اینا را میزنه و اینا نمیتونن که مثلا خبرها را بگیرن. کی حفظ میکنه ایره؟ یعنی خبرها را از شر شیطان الله متعال که الحفیظ است. دیگه از نام های الله سبحانه و تعالی الوکیل است که ایره بشناسیم که الوکیل سبحانه و تعالی وکیل چی معنی؟ یعنی ذاتی که صفت کفایت کردن داره و بهترین کفایت کننده هست. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. بهترین کفایت کننده برای ما که ما را از تمام دشمنهای انسانی و جنی، از شیطانهای انسی و جنی حفظ میکنه. الله الوکیل است، عهدهدار و اداره کننده امور مخلوقاتش به شکل عام با تدبیرش، کمال قدرتش و شمول حکمتش همه از اینا را اداره میکنه. شیخ سعدی یکی از مفسرین قرآن است میگه که المتولی لتدبیر خلقه بعلمه و کمال قدرته و شمول حکمته. این میگه وکیل چی معنی؟ میگه الوکیل المتولی لتدبیر خلقه، میگه ذاتی که عهدهدار تدبیر مخلوقاتش از با علمش و کمال قدرتش و شمول حکمتش. دیگه او دارای صفات ربوبیت و الوهیت است که باید وکیل گرفته شود. یعنی انسان حافظ خود، نگهدار خود، عهدهدار خود کی رو بگیره؟
الله را بگیره به خاطر از اینکه رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، پروردگار شرق و غرب هست. پس کی ما و شما وکیل خود بگیریم که ما را حفظ بکنه، ما را عهدهدار ما باشه و ما را اداره بکنه؟ این الله هست. الله الوکیل است، امور به او سپرده میشه. الله متعال میگه ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی الله وکفى بالله وکیلا. توکل به الله بکو و وکیل تو، حامی و مدافع تو الله کافی هست. در حالت سخت الوکیل برای خلاصی از امتحانات و فتنه ها طلب کمک از او میشه. مثلا وقتی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، بر از اینا گفتن به رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه که تمام دشمنای الله جمع شدن تا که بر شما ضرر برسانن، فخشوهم، از اونا بترسین، فزادهم ایمانا. تمام دشمنا آمدن که سر مدینه منوره حمله بکنن در غزوه احزاب. تمام احزاب کفری مثل ناتو و مثل از اینا یک جای شدن که حمله بکنن سر مسلمان ها. فزادهم ایمانا، ای در ایمانشان زیادت آورد. و قالوا، و گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، کافیست برای ما الله و بهترین نگهدارنده الله متعال سبحانه و تعالی هست. دیگه از نامهای الله سبحانه و تعالی الشافی و الطبیب هست. شافی یعنی الله متعال شفا دهنده هست. از این خاطر حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که برش مریضی یا مشکل یا تکلیف پیدا می شد، دیگه چی می گفت؟ می رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی یک کسی که مریض می بود، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفت که اذهب البأس رب الناس، همین مریضی از زیر ببر یا رب مردم ها، اشفی و انت الشافی، شفا بتی برزی، یا الله تو شفا دهنده هستی، لا شفا الا شفاءک، شفای نیست بغیر از شفای تو. ایناله شفا دهنده کی است؟ الله متعال است. و همین قسم طبیب الله هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام تکلیف داشتن در تخته پشتشان، کدام چیز ظاهر شده بود، دیگه یک شخص آمد به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که این چیزی که در تخته پشت شماست ایره به من نشان بده، من طبیب هستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت که الله الطبیب، الله طبیب است که شفا دهنده است. بل انت رجل الرفیق، تو یک دوست هستی. طبیبها الذی خلقها، طبیب شفا دهنده از کی است؟ الله هست که او را خلق کرده هست. شفا دهنده حقیقی امراض بدنها و قلب هاست. الله متعال میگه که اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. یعنی امی انسان که در حالت اضطراری باشه، چی مرض ظاهری داشته باشه، قلبی داشته باشه، کی را شفا میده؟ الله متعال. جبریل امین علیه السلام هم از الله طلب شفا میکرد. چرا؟ به خاطر که شافی الامراض الله هست. جبریل امین علیه السلام میگفت که بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مریض شد، جبریل امین علیه السلام آمد، رسول الله صلی الله علیه و سلم رقیه کرد. رقیه شرعی چی است؟ که انسان با زبان خود برای برادر مؤمن خود دعا میکنه. گفت بسم الله ارقیک، به نام الله من تو را رقیه میکنم، من کل شر، من کل شیء یؤذیک، از شر هر چیزی که تو را ضرر میرسانه، من شر کل نفس، از شر هر انسان او عین، هر چشم حاسد حسادت کننده، الله یشفیک، الله تو را شفا میدهد. بسم الله ارقیک، من با نام الله تو را چی میکنم؟ رقیه میکنم. پس جبریل امین علیه السلام هم محتاج الله هست در شفا دادن که مثلا در رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب میکنن. کتابش از شافی ذاتی هست که کتابش برای امراض قلبی و مثل کفر و شرک و گمراهی شفا هست. یا ایها الناس
قد جاءكم موعظة من ربكم و شفاء لما فی الصدور، یعنی یقینا که آمده هست بر شما موعظه از جانب پروردگارتان و شفا برای آنچه که در سینه هست و هدی و رحمتا للمؤمنین، هدایت و رحمت است برای مؤمنان. پس قرآن عظیم‌شان شفا هست برای مرض کفر. کفر یک مرض است، ارتداد یک مرض است، بیدینی یک مرض است، متوجه هستین؟ شرک یک مرض است، جهالت یک مرض است. کل این مرض ها را که قرآن عظیم‌شان کتاب شفا هست. قد جاءکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور. این قلب شما را که مدغه هست که اگر این اصلاح شود کل وجود اصلاح میشه. این کی اصلاح میشه؟ قرآن عظیم‌شان کتابش شفا و رحمت برای مؤمنان هست. الله متعال میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. شفا و رحمت است برای مؤمنان، ام از امراض معنوی ام از امراض مادی. ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین کتاب برای ظالم نقص میکنه. اگر مثلا برای یک ظالمی که عقیده درست نداشته باشه اگر قرآن هم بخوری او را هلاک میسازه. متوجه هستین؟ شفا دهنده پیغمبران الله هست، الشافی الله هست. حتی ابراهیم علیه السلام که خودش پیغمبر است و پدر پیغمبر هست، پسرش پیغمبر است، نواسیش پیغمبر است، کواسیش پیغمبر است، آخرترین نواسیش که رسول الله صلی الله علیه و سلم است، هم از نسل ابراهیم علیه السلام است. ولی الله هست، نبی الله هست، کرامت داشت، معجزه داشت، آتش الله حفظش کرد. باز هم ابراهیم علیه السلام چی میگفت؟ میگفت و اذا مرضت فهو یشفین. وقتی که ما پیغمبر الله، اولادای من پیغمبر هستن و ولی الله هستن، وقتی من مریض شوم مرا الله شفا میده. نه قبر ما برای کس شفا داده میتونه و نه زیارت ما برای کس شفا داده میتونه، الله مرا شفا میده. پس این باید انسان مسلمان بفهمه که وقتی که نامهای الله را فهمیدیم ما و شما از شرک نجات پیدا میکنیم و تمام پیغمبران از او طلب شفا میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن اللهم رب الناس، یا الله تو رب مردم هستی، مذهب البأس از بین بردن ناراحتی ها هستی، شفا بتی انت الشافی، تو شفا دهنده هستی، انت الشافی. پس باید بفهمیم که شفا دهنده کی هست؟ الله سبحانه و تعالی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.